فکر میکنم که 115 سالگی قهرمان تاجیکستان آقای غفوروف از دو بود تشکیل می شد. بود اول شخصیت ذاتی خودش و خانوادهش و خدماتش برای سرزمینش و تاجیکان جهان بود. ولی بود دومش چیز مهم آن بود که جناب حالی در راستای تقدیر و بزرگداشت از این روز محفل بزرگ جهانی را برپا کرده بود که فکر میکنم که آن قهرمان فرهنگ و قهرمان ادب و قهرمان آزادی و قهرمان ادبیات بود. ولی من آن چیزی را که شنیدم و دیدم، من خطاب میکنم که قهرمان بازسازی، قهرمان شناسی، قهرمان تاجیکا جناب حالی است امروز که از این مناسبت تدویل کردن و بسیار با افتخار از ایشان یاد کردن. واقعا امروز آقای غفوروف در احیای مجدد نقش تاجیک ها در جهان و آزادی خواهی تاجیک ها در جهان، ادبیات تاجیک، تاریخ تاجیک، خدمات شایانی را انجام داده که این تنها به ملت تاجیک نه بلکه به جهانیان قابل قدر و قابل ستایش است.